من اوایل توی یه روستا زندگی میکردم که بعد از ازدواج کردنم تصمیم گرفتیم بیاییم و تهران بمونیم. الان 34 سالم و اسمم حسینه. 10 سالی میشه ازدواج کردم و همون اوایل دوتامون رفتیم دنبال کار حسابی. نسبت به مدرکمون هر دومون دنبال کار بودیم. زنم که معلم دبستانی ها شد و منم که توی شرکت کار میکردم. زنم از صبح میرفت و تا 2 یا 3 ظهر خونه نمی اومد. خودم هم شیفت بود دیگه، فرق میکرد. یه بار صبح تا ظهر، یه بارم از ظهر تا شب. از شب زنم غذا درست میکرد، بعضی اوقاتم برای فردا، بعضی اوقاتم خودم غذا درست میکردم. با هم میرفتیم و میومدیم، تعطیلی ها رو با هم میرفتیم، کافه، شهر بازی، چیزی. رابطمونم سر جاش بود. از یه موقع دیگه یه اعتصاب کوچیک داشتن که چند وقت تو خونه بود. پولشو سر موقع نمیدادن. اونم همش میگفت فاصلم سر میره و تنهام تو خونه. زنم خرجای زندگی خودشو در میآورد و منم خرج خونه و وسیله‌های تو خونه. سارا یه خواهر بزرگتر از خودش داره که 1 سالی با هم تفاوت سنیشون میشه. نغمه یه دختر مغرور و تقریبا شخصیه که هرچی خودش گفت باید باشه. یکم لوسه اما یه دختر خوب و پخته‌ای هست. خانواده زنم یه خانواده معجبه هستن و از همه بهترشون سارا است. اما نغمه با سارا یه تفاوتایی دارن و یکم خواهرش لوس و نازتره. چند ماهی از اومدنشون به تهران میگذشت که یه روز تعطیل که بود بعد از ظهرش رفته بودیم با هم کافه تا یکم با هم باشیم و که یک دفعه گوشی سارا زنگ خورد. مادرش بود. مدت طولانی بود که با هم داشتن حرف میزدن. از همون اول که گوشی زنگ خورد بعد یه چند دقیقه از میز بلند شد و همینجور دور میچرخید. با خودش برو بیا داشت. همینجور تو فکرم بود که احتمالا یه مشکلی تو خانواده‌شون به وجود اومده که خجالت میکشه من بدونم. گوشی رو که قطع کرد با مضطرب اومد سمت میز و نشست. ازش پرسیدم سارا عزیزم مشکلی پیش اومده؟ گفت که نه عزیزم چیزی نشده. نمیخواستم اذیتش کنم، برای همین چیزی بهش دیگه نگفتم تا بعداً دوباره ازش بپرسم و بتونم کمکش کنم. سفارشمونم که اومد مشغول خوردن بودیم، ولی حدس میزنم احتمال خیلی زیادی مشکلی چیزی به وجود اومده بود که خجالت میکشه من بدونم. همینجور مشغول خوردن بودیم که همینجور با من کردن شروع کرد و گفت واقعیتش میخوام در مورد یه موضوعی باهات صحبت کنم. گفتم باشه بگو عزیزم، هر چی از با هم حلش میکنیم، نگران نباش. خب چی شده؟ گفت که واقعیتش برای نغمه خواستگار اومده و برای بله برون. حالا نمیدونم خودش گفته میخوامش یا نه. برای جدی شدن مرحله اون شب که به حلقه و اینا رسیده نغمه با یکی دیگه فرار کرده و بابا خیلی از این موضوع خشمگینه. الانم فقط میخواد پیداش کنه. بعد بهم گفت به حرف تو گوش میده، تو بهش بگو بیاد پیش شما. بابام به خاطر آبروش خیلی خشمگینه. به خاطر همین تو خانواده الان یه آشوب بزرگه که نگو نپرس. به خاطر همین اگه موافقی زنگش بزنم بیاد اینجا. میدونم الان ترسیده، چند هفته بیاد اینجا تا بابا آرومتر بشه، خودش هم یکم آب و هوای عوض کنه. همین که ببینم مشکلش چیه، چی کار میخواد بکنه، چرا فرار کرده، ببینم حرف حسابش چیه واقعا. منم اول تو شوک بودم. این یه اتفاق ساده نبود، خیلی برام گنگ بود. گفتم خب آره چرا موافق نباشم، بیاد ببینیم چی میشه. اونم مثل خواهرم میمونه، چرا بهش کمک نکنیم آخه. بهش زنگ زدیم و هر جور شده راضیش کردیم بیاد تا کارا رو خرابتر نکرده. ساعتای 11 شب بود دیگه که رسیده بود. با سارا رفتیم دنبالش. تو راه به سارا گفتم تو دیگه مثل خانواده‌اش نکن، فرقی به حالش نکنه اینجا و اونجا. فعلا باهاش راه بیا، با حرف و اینا درستش میکنیم. لازمی نیست از الان با اخ بری. خواهرتو ببینی یه اشتباهی کرده بالاخره که اونم درست میشه، زیاد جدی نگیر. تا رسیدیم یکم معطل شده بود. سعی کردم جوری وانمود کنم انگار چیزی پیش نیومده و با هواپرسی و اینا سوار شد و بردیمش خونه. تو راه از سوپری محله یکم تخمک و خرت و پرت گرفتیم و تا امشب و کلا با هم بشینیم و صحبت کنیم. 2 خواهری صحبت گرفتم تا امشب و کلا با هم بشینن و صحبت کنن. 2 خواهری تو مشکلشون چیه واقعا؟ بهش گفتم خب من همینجا روی مبل توی حال میخوام، شما میتونید برید توی اتاق راحت باشید.
کار چیزی دارید بالاخره با هم باشید. نغمه گفت واقعا اگه میخوای تو حال بخوابی و از زن دور باشی واقعا من وجدانم اجازه نمیده. شما دوتا یه جا باشید تا منم بتونم راحت باشم. گفتم نه بابا این چه حرفیه، نمیخواد تعارف کنید، برید بخوابید که من خیلی خوابم میاد، برای امشبم بسه. سارا هم راهنماییش کرد و گفت تا من میرم یه مسواکی بزنم و آماده بشم تو برو تو اتاق. فردا مثل همیشه با بی‌حالی شدید رفتیم سر کار و مثل تایم‌های دیگه برگشتیم خونه. در خونه رو باز کردم و همجور داشتم میرفتم داخل که یهو فهمیدم نغمه اینجاست و خودم رو سریع جمع جور کردم و همین که اومدم در رو باز کنم و برم داخل خونه به در زدم و گفتم یالا یالا. اجازه ورود دادن و منم وارد شدم. نغمه یه لباس راحتی پاش بود و یه پیراهن شکل دار. منم رفتم در صورتم و شستم و جورابامو که 2 روز گذشته بود و شستم و برگشتم. وقتی دیدم نغمه و سارا هنوز ناهارشون رو نخوردن و منتظر من موندن کلی ذوق کردم، اما بازم همینجوری گفتم که چرا نخوردین، نیازی نبود صبر کنین من بیام، شرمنده امروز یکم کار داشتم دیرتر اومدم خونه، ببخشید، معلومه که خیلی گرسنه‌این، مشغول شید. بعد نهار سنگین شده بودم و طبق عادت هر روز داشتم میرفتم که یکم بخوابم و اینا. رفتم روی تختم و همجور که داشتم آب میخوردم یکم اینستا رو بالا پایین میکردم و یکم سراغ خبرها رو میگرفتم و بعد از اینکه یکم گوشی رو چک کردم بعد گذاشتمش بیرون. همجور که داشتم میرفتم بخوابم یه دفعه وسایل نغمه رو دیدم که همجور گذاشته بود روی ساکش، مثل لباس راحتی و اینا، که وقتی دیدم ناخودآگاه یه تصوراتی به ذهنم خطور کرد که در شأنم نبود ولی یکم منو به فکرش انداخت که به خاطر اینکه خسته بودم یه دفعه خوابم برد و هیچ حالی نشد. 2-3 ساعتی خوابیدم و بیدار شدم. همینجور که دراز کشیده بودم دوباره گوشیمو داشتم چک میکردم و که لباسا بودم که یه لحظه سرمو برداشتم و گوشیمو نگاه کردم. در باز شد و نغمه بود. گفت ببخشید دیشب یادم رفت لباسامو مرتب کنم، یکم کثیف بودن، اومدم هم مرتب کنم هم ببرم برای شستشو. گفتم نه شما ببخشید، بله راحت باشید منم میرم توی حال. سارا که دید بیدار شدم گفت بریم بیرون یکم برای خرید و خونه و اینا، نغمه رو هم ببریم یه دوری چیزی بزنیم. نظرت چیه؟ گفتم مشکلی نیست، آماده شید تا بریم. رفتم سراغ لباسامو برای آماده شدن. سریعتر آماده شدم و گفتم ماشین رو از کوچه میارم بیرون، شما بیاید بیرون. ماشین رو روشن کردم و رفتیم خرید. یه خورده خرت و پرت برداشتیم و تو راه خونه نغمه گفت حالم داره بد میشه، انگار سرگیجه دارم، اگه میشه سریعتر بریم بیمارستان. خیلی سریع رفتیم برای بیمارستان. تو همین حال سارا هم خیلی اذیت میکرد، اونم داشت با نگرانیش حالش بد میشد و هی حال نغمه رو میپرسید و مدام دستشو میکشید تو موهاشو نوازش میکرد و دلداریش میداد. نغمه انگار کم کم داشت از حال میرفت که اینجا سارا حالش بدتر شد و بیشتر داشت بهونه میگرفت. تا اینکه سریع رسیدیم دکتر رو اومدن بردنش داخل. همجور داشتم فشار قلب و معاینه و اینا میکردم و نگران بودم که واقعا چشه که سارا هم آروم و قرار نداشت. اینقدر اینور اونور میرفت تا اینکه دکتر اومد و گفت خانم چیز خاصی نیست، لازم نیست اینقدر رو خودتون فشار بیارید، ممکنه شما هم چیزتون بشه. نشوندمش یه جا و گفتم آروم بگیر بابا، چرا اینجوری هستی آخه؟ بعدش هم دکتر گفت حالش خوبه، فعلا استراحت کنه تا بعداً ازش یه چند تا آزمایش و اینا انجام بدن تا ببینه مشکلش چیه. سارا گفت آخه نه، میدونم که به خاطر فشارهای منه، خاطر فرارش و کلا آبرو و پدرم و اینا یکم زیادی بهش فشار وارد کردن. میدونم به خاطر همینه، طفلی اینقدر رفته تو فکر که اینجوری شده. خب معلومه دیگه، خدا کنه چیزیش نشه. باشه خوبه دیگه، خانواده کلا یه چیزو خیلی جدی میگیری، فعلا یکم آروم باش، بعدش چرا اینقدر به خودت سخت میگیری؟ همون اولا بهت گفتم زیاد کاری به کارش نداشته باش، تا رو به راه شد اون وقت کم کم از زیر زبونش میکشیم. دکتر یه سرم و یه آرام بخش و اینا نسخه بالا داد که بگیرم. اینا رو که داد متوجه شدم به خاطر همین اعصابشه، از بس که همه چی رو جدی میگیرن و بی خیال ماجرا نیستن. اما معلومه دیگه رو خودش فشار آورده. هر چی رو که دکتر داده بود و سرم و اینا رو وصل کردن و دکتر هم چند باری معاینش کرده بود. نغمه هم حالش از قبل خیلی بهتر شده بود. سارا هم که از وقتی یکم بهتر شده بهش قوت قلب میده و دیگه زیاد بهش سخت نمیره. یکی از پرستارا داشت میرفت که ازم پرسید شما همراه این خانم هستید؟ گفتم بله و گفت که دنبال من بیا. رفتیم تو دفتر و نشست تو دفترش و گفت واقعیتش مشخص به خاطر این موضوع فشار روی خودش آورده و انگار چیزی داره اذیتش میکنه و یکم
داره عصبی میشه. باید جلوشو بگیری و نذاری زیاد به سیستم عصبیش آسیب وارد بشه. زیاد باهاش چیزی که دوست ندارن حرف نزنید. مراقبش باشید. مراقبت الان واقعا براش مهمترین چیز است. فعلا الان حالش عالیه. ان شاءالله دیگه مشکلی پیش نمیاد. ازشون تشکر کردم و یه خسته نباشید گفتم و زحمت رو کم کردم. یکم از سرمش مونده. گفتم و از بیرون چند تا کمپوت که براش مفیده رو گرفتم و چند تا آب میوه یکم حالش بهتر شه. از این اتفاقا و اینا یکم حالش بد بود. همین که داشتم برمیگشتم همش تو فکر اون روز بودم. مدام تو سرم تکرار میشد. نمیدونم چرا هی با خودم کلنجار میرفتم که نباید همچین فکری به ذهنم برسه، ولی انگار نه انگار وقتی رسیدم گذاشتم کنار تختشو. سارا میخواست بره پیش دکتر که هیچی نگفتم و گفتم بشین با هم بریم. پیشش نشستیم و گفتم بریم پیشش تا سرم نغمه تموم میشه. تو هم نغمه جان حداقل چند تا موز بخور، یکم جون بگیری. دست سارا رو گرفتم و بردمش بیرون. گفت که چرا اومدیم اینجا؟ قرار شد بریم پیش دکتر. گفتم آروم باش. من رفتم پیشش. گفت خب چی گفت دکتر؟ گفتم واقعیتش دکتر گفت که باید مواظبش باشیم، نباید زیاد سر به سرش بذاری و باعث ناراحتیش بشی. تو هم در مورد این چیز بهش نگو وگرنه عصبی میشه. خیلی ملایم باهاش صحبت کن. البته بگم ز خاصی هنوز قرار نیست پیش بیاد، ولی خب بیشتر باید مراقبش باشیم تا چیزی نشه دیگه. سارام که همینجور با بغض نگاه میکرد گفتم خب دیگه حالا بریم پیشش تا بیاریمش تو ماشین و بریم خونه. سارا بردیمش تو ماشین خوابیده بود عقب که هی سوال میکرد دکتر چی گفته و چی شده. همش میخواستیم تفریح بریم ولی آخرش از داروها متوجه میشد که. گفتم چی بگم؟ گفت که چیز خاصی نیست، فقط یکم نیاز به استراحت داری. کمتر فکر کن شبا و زیاد نگران چیزی نباش. البته الان چیزی نیست، ولی اگه بخوای به فکر خودت نباشی ممکنه مشکلی پیش بیاد. حرفام که تموم شد یه سکوتی توی ماشین فرا گرفت و اون طفلی هم رو حرفام تاکید کرد و سرشو گذاشت و خوابید. تو همون سکوت به یاد حس و حالی بودم که داشتم سواری میافتادم که واقعا چرا اینقدر نرم و سفیده. این هرچند اون حس و حال رو اون موقع خوب نفهمیدم، الان میفهمم یعنی چی واقعا. یکم داشت حال و هوامو عوض میشد. به خاطر همین فکرم شده بود که به خونه رسیدم تو بلا بیشتر بهم میخورد که دیگه برای رفتن تو اتاقش سپردم به سارا و برای اینکه تابلو نشه به بهونه آوردن وسایلی که از قبل گرفتم برگشتم تو ماشین. یکم تو ماشین موندم و پارکش کردم و وسایل رو برداشتم. اومدم توی خونه و رفتم سراغ عموم. چند روزی بود که نرفته بودم عموم. یه دوش چند لحظه گرفتم و اومدم بیرون که گرسنه‌ام شده بود و دیدم سارا چی نذاشته برایم شب. ضعف کرده بودم، یکم اعصابم خورد شده بود ولی درکش کردم. طفلی مدام پیش نغمه بود و سریع براش میوه و آب میوه میگرفت. بهم گفت من فعلا نمیشه پیش من نغمه باشم، فردا باید حتما برم سر کار. بهم مرخصی نمیدن. از این لحاظ تو فردا شیفت شبی، پس تا وقتی من میام و تو میری حسابی حواشی داشته باش. گفتم چشم عزیزم، جون بخوا. بغلم کرد و مناز گفت ببخشید عزیزم، تو هم اذیت شدی تو این قضیه. اون شب قرار شد برای خودمون دوتا از بیرون سفارش بدیم و یه سوپی چیزی هم برای نغمه درست کنه. تا شام خوردیم چند بار رفتم و به نغمه سر زدم. حتی آخر شبم نمیخوابید. مداوم خدمات رو رسیدگی میکرد و واقعا یکم حسودیم شده بود که به همچین خواهر خوب و فهمیده‌ای داره. صبح که بیدار شدم مثل همیشه ببرمش محل کارش، دیدم بلند شده و بازم داره کارهای نغمه رو میکنه. سرمو بهش وصل کرده بود و گفت دیگه تو هم حواش داشته باش. رفت و یه نون تازه داغ گرفتم تا حداقل سارا یه صبحونه درست حسابی بخوره و بعد ببرمش. آماده شد و صبحونه رو خورد و رسوندمش محل کارش. خودم برگشتم خونه. تو راه بازم خیلی سفارشم کرد. خیلی دلم براش میسوخت. طفلی دست میگرفتم اون روزو کلا مرخصی بگیرم و غذا درست کنم و کلا کارهای خونه رو انجام بدم. میدونستم خیلی خسته است و الان کمک من خیلی به دردش میخوره. وقتی برگشتم نغمه رو بیدار کردم و صبحونه‌ای که آماده کردم و دادم بهش. گفتم بخور که امروز میخوام غذای مقویم برات بعد از این صبحونه کامل درست کنم تا لذت ببری. نغمه خب یکم طبیعیه که دیگه فکر زیاد به حجابش نباشه، ولی بازم یکم منو شیفته خودش کرده بود و بازم اون لحظات برام مرور میشد که واقعا تو همچین موقعیت آزادی جاش نبود. بعد صبحونه و لقمه دادن بهش خیلی ازم تشکر کرد. صبحونه رو جمع کردم و وقتی پامو گذاشتم بیرون از اتاق دیدم این واقعا بهترین موقعیت است. اون یکم منو شگفت زده کرده بود. واقعا داره منو به خودش بیشتر از قبل، مخصوصا تو اون شرایط شیفته تر میکرد
که بعد جمع کردن خونه برگشتم تو اتاقش و سرمو که در آوردم تصمیم گرفتم دستش یکم براش مالش بدم. اولی نگاهی کرد و بعدش هم ازم تشکر کرد. واقعا بدن نرمش منو بدتر و بدتر میکرد. دستم وقتی یکم بالاتر و پایینتر میبردم تا به جایش برخورد کنه اون اصلا براش مهم نبود و انگارم بعدش نمیومد و تا اینو متوجه شدم مشغول شدم و کلی روز خوبی داشتیم. بعدش هم نغمه و من دوتامون خجالت زده بودیم ولی خیلی چیز قشنگ و حرفه‌ای بود. چند باری اون روز انجام شد که واقعا برای هر دوتامون عالی بود. ولی از اون به بعد دوتامون همونجا خاکش کردیم تا دردسر جدیدی پیش نیاد.